بسم الله الرحمن الرحیم. اولو تانری نادیله انصاف علی هدایت هستم و برنامه 145 مهندسی جهل رو با تورق یک کتاب دیگر قدیمی چند صد ساله خطی به زبان ترکی و تخصصی یا علمی رو امروز باز میکنیم تا با تمدن ترک ها، تمدن فکری و مکتوب ترک ها بیشتر آشنا بشیم و بتونیم از این زندان مخوف جهلی که در سایه علم و به نام علم برای ما در 250 سال گذشته تحمیل کرده اند و ما هم متاسفانه پذیرا شده ایم، بتونیم شکافی ایجاد بکنیم و بتونیم آن طرف دیوار رو هم ببینیم. خب ما در هفته های گذشته حدود 40 کتاب دانلود کرده بودیم که یه تعدادی از اونها رو خوندیم. اگر اشتباه نکنم چرا نوشته اینها رو ببینیم که میشه پیدا کرد یا نه. مثل همیشه یه نگاهی به ظاهر کتاب بندازیم ببینیم که از نظر ظاهری کتاب چه وضعی داره. کتاب با جلد چرمی دیده میشه که بسیار کار شده، یعنی باهاش کار کردن، در نتیجه در اثر تماس با دست و اینها، عرق دست و ساییده شدن و اینها، خیلی رنگش رفته و گوشه های کتاب از هر طرف ساییده شده و اون چرمش از بین رفته. در وسط این کتاب هم یه حالت نقاشی مانند یعنی حالا نمیدونم چی میگن در نقاشی، یه برجستگی کار شده و این رنگ این چرم هم سرخ پررنگ یا گیلانار رنگ هستش. حالا نمیدونم باید چی گفت. وقتی جلد رو ورق میزنه به طرف داخل کتاب میایم، با نقاشی دوره عثمانی مواجه میشیم که روی آب نقاشی کردن و بر کتاب گذاشتن و در صفحه بعد با یه چیزهای مواجه هستیم که حالا اگه برگردیم اینو میخونیم. در صفحه بعد جا برای نقاشی کشیدن بر پالای بسم الله الرحمن الرحیم، حالت مناره و اینها رو جا گذاشتن، ولی این انجام نگرفته. یعنی اون نقاشی که باید اینجا میگرفتن میکشیدن انجام نگرفته. در سمت راست و سمت راست صفحه راست متوجه میشیم که مهر واقف رو که برامون هم آشنا هست در این کتاب هایی که تا الان خوندیم، بسیاری از کتاب ها رو این انسان شریف الله رحمهم او و والدینش رو اینجوری بگیم این وقف کرده و اینجا مهرش رو میبینیم. متن کتاب در داخل کادر در این دو صفحه میبینیم با خط بسیار زیبایی که من میتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم، بخونم، بفهمم و خسته نشم. حداقلش اینه که خسته بشم و بذارم کنار، این معنی رو برای من نداره. در پی هر چند کلمه از یه نقطه یا ویرگول مانندی استفاده کرده و یا از یک کلمه قرمزی رو نوشته یا یه جمله رو نوشته و جمله به رنگ قرمز نوشته که نشون بده مطلب قبلی تموم شد، مطلب بعدی بعد از این شروع خواهد شد. یعنی انگار که بین پاراگراف ها یه میان تیتر موضوع بعدی رو مشخص میکنه معمولا، یا اینکه بر بالای بعضی از کلمات میبینیم که خط قرمز کشیده که نشون بده که بحث این کلمه خیلی مهمه، میخواد روی این بحث بکنه. در صفحه بعدی ما میبینیم که اون کادری که اون قابی که بر دور مطلب کشیده بود رنگش به قرمز میشه با دو خط قرمز که وسطش خالیه، اینها رو از هم جدا میکنه و میبینیم که در اینجا بر روی بسیاری از کلمات خط قرمز کشیده.
که بر اهمیت اونها تأکید بکنه. این کتاب ظاهرا گفته میشه در این بالا نوشتن که در 1049 نوشته شده، یعنی 397 سال پیش یا 98 سال پیش این کتاب نوشته شده در 182 صفحه که در 91 صفحه PDF ما میتونیم این رو ببینیم. صفحات بعد هم همینطور در اینجا با یک حاشیه نویسی مواجه هستیم. در این صفحه حالا این کتاب قدیمی به نظر میاد. چرا؟ برای اینکه الان من نگاه که میکنم برای اولین بار در این میان این حدود 250 کتابی که تا الان معرفی کردیم در این خوندیم و اینها، در میان اولین کتابی که میبینم در 4 طرف کتاب در 4 طرف اون مطلبی که نوشته در وسط کتاب جا برای حاشیه نویسی گذاشته و اینجا میبینیم که طرف این شیرازه کتاب که وسط کتاب هست، این وسطی که باز میشه اون جایی که به چسبیده یا دوخته شده، اونجا هم حتی اومده حاشیه نوشته و این نشون میده کتاب قدیمی هستش، در دوره عثمانی نوشته شده. احتمالاً این وضعیت به من نشون میده که باید در دوره همین انسانی که وقف کرده یا قبل از اون نوشته شده باشه. اینجا هم با یک چیز مواجهیم دوباره. حالا دیگه نمیخوام خیلی توضیح بدم درباره اینها، داریم همینجوری رد میشیم. دوستان میتونن صفحات کتاب رو ببینن. اینجا یه چیزی دیدم، حالا اینجا هم دیدم که کلمه رو کاملا خط زده، یه جمله رو کامل خط زده، یعنی بالای کلمه نه روی کلمه خط کشیده، نشون میده که میخواد بگه اینجا رو چیز میکنه. و اینجا با یک دایره های داخل هم مواجهیم که مثل یک دیاگرام، یک نمودار هستش که در اونجا یک ضرب در مانندی هم کشیده. حالا اگر تونستیم مختلفی هست، نمودارها یا دیاگرام‌های بسیار متفاوتی رو نقاشی کرده. در پایین 3 تا دایره رو می‌بینیم که حالا اینجا انگار که مثلا یکی عرضه، یکی مرکز عرضه و دیگری حالا اینها چی هست. اینجا مثل این که و اینجا دوباره با صفحه بعد با یک شاید داره استرلاب رو توضیح میده، نمیدونم. اینجا 3 تا من لکه دیدم، لکه مثل خون یا رنگ قرمز چیز دیدم افتاده و فکر کردم که حالا جوهره، ولی در پایین دیدم که این قرمزی رنگ احتمالاً قلم یا قطره چکیده یا اینکه خون افتاده. اینجا دوباره با یه دیاگرام دیگه مواجهیم، یه نمودار دیگری هستش که یه جالب هست. اینها رو اگه بتونیم بفهمیم که عالی میشه. کتاب بسیار خط جالبی داره، خطی که دیوانی گفته میشه به اون خط نیست. این یه خط متفاوتی هست ولی منحصر به فردم هست، اما قابل خواندن توسط من هست. یعنی این کتاب رو احتمالاً من بتونم، حالا نخونده میتونم بگم که میتونم 80% تا 90% کلماتش رو و جملاتش رو به راحتی بخونم بدون اینکه چیز باشه. حالا زبانش هم مسئله است دیگه، حالا اون باید برگردیم ببینیم که به چه زبانی نوشته. اگر زبانش ترکی نباشه، عربی یا فارسی باشه، دیگه نمیخونم. همون وضعیت از اول تا الان ادامه داره و اینجا یه مقدار به نظرم خطش عوض شده. یعنی حالا که دارم نگاه میکنم میبینم به نظرم این صفحه هایی که الان درش هستیم با اون صفحه های اولیه از نظر خط خیلی فرق به نظر میاد. امیدوارم که نه درسته، کتاب در اینجا تمام شده و اینجا اومدن یه تاریخ خودشون زدن. حالا بذارید من این صفحه رو بخونیم چون که از نظر تاریخی برای من مهم هستش که در چه تاریخی نوشته شده. ببینیم شعر: و من عادت الایام تحریک و ساکن و تعریف مجموع و تنفیذ مسها، فلک را کار جز
کفر تفریق. حالا این چیه؟ فکل، چون که این چیز شد، یعنی نمیدونم فارسی عربیه و مسها فلک را کار جز تفریق مسمر فکل العضو منها قد نکدر. حالا این چی بود؟ مثلا متوجه نشدم. و نقول تم الکتاب و ربنا المحسن الوهاب ولد لدینا عطاء بخیر الحسب حساب و انا العبد والعبد المخطئ والمصیب والله اعلم بالصواب وقع الفراغ من تحریر هذه النسخه فی اليوم السادس عشر. حالا اینجا یه چیزی نوشته که ربیع آخر از سادس عشر من رب، احتمالا اینجا یه چیز نوشته بوده که خط زده ربیع الاخر سنه 49 و الف. بله 1049 و انا الفقیر. حالا دیگه اینجا تموم شد. این درسته، تاریخ رو اینجا به همین شکل نوشته. برگردیم اول کتاب ببینیم که چی رو میتونیم اینجا ببینیم. صفحه‌ای که در مقابل صفحه جلد هستش ببینیم که اونجا میتونیم بخونیم یاره از مدم و تم خاک درگاه. نمیتونم بخونم این قسمت رو بذاریم بمونه. ببینیم که کتاب رو هم ابعادش رو اینجا زده. البته اینجا یه چیزی هم برای تاریخ و اینا نوشته هاش مانجونجد دیوان بشگو تسلیم عروس. نه این یه چیزیه که حالا عروس و اینها داره، احتمالاً یه چیزی هستش. ابعاد کتاب 20 سانتی متر در 11 سانتی متر و 20 حالا احتمالاً 2 میلی متر هستش. و حالا بریم صفحه بعد ببینیم که این صفحه که شروع میشه چه زبانی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد بی حد احد بی ابتدایه که الف اسم ذاتی هر ابتدایه اول و هر انتهایه منتها داره. خیلی زیبا نوشته. حمد بی حد احد، هم اسم الله الف داره اولش و هم احد الفش اولش الف داره. میگه حمد بی حد احد بی ابتدایه، یه وجود، یه تنها وجودی که بدون ابتداست، اولی نداره، که الف اسم ذاتی هر ابتدایه، که الف اولین حرف الف با هست. این از اینجا. از اون طرف میگه الف اسم ذاتی، یعنی ذات اسمش الله دیگه. میگه اون الفی که تو الله هست هر ابتدایه و اول هر ابتدا هست. اون الف اول الله که بنویسیم، اون الف الله خودش ابتداست و برای هر ابتدای ابتداست. خیلی زیبا. و هر انتهای منتها دور، و برای هر انتها هم، هر پایانی هم انتها. خود انتها کلمه آخرش الف داره. خب و شکر لایعد نعمت بیغایت نکی نعم آمه فخام کبرادور. حالا فخام چی هست نمیدونم، این دیگه قرار نیست که تمامی لغت ها رو بدونم، نمیدونم و خب میشه به لغتنامه مراجعه کرد و فهمید. بلکه نعم سائلان صغار و ضعفادر. سائلان ما در آذربایجان به جده میگیم. جده یعنی آدمی که یه مقدار پسته، یه مقدار از نظر شعوری، از نظر رفتاری، از نظر عقلانی یه مقدار عقب مونده است.
نمیدونه باید در کجا چه رفتاری بکنه. گده به این معنی است که نمیدونه چه رفتاری رو یا چه سخنی رو در کجا باید انجام بده، در کجا باید بگه. به این میگن گده. یعنی یه مقدار آدم سطح پایین، مبتذل، لومپن. البته لومپن تو ترکی در تبریز بهش دارگشاگرد میگفتن، دارگشاگرد، ولی این لومپن معنی لومپن دارگشاگرده تو زبان ترکی. ولی گده یه چیزیه که مثلا گفتیم دیگه آدم سطح پایین، لومپن. ما لومپن که الان نمیدونم از کدوم زبان وارد زبان فارسی شده، به جاش ما از گده استفاده میکنیم. هر گده بلا مثلا بعض این آدم هایی که در سیاست هستن یا در چیز، اینا گده هستن. همین گدا رو برداشتن چون این گده برای هر کاری تن میده دیگه. به خاطر مثلا بگی که آقا، یکی مثلا میگه آقا چقدر بدن مثلا تف کنم رو صورتت، مثلا یکی میگه 1000 تومن، اون میگه نه 50 تومن بده تو صورت من مثلا تف کن. اینجوری یه گده این حالت رو داره، یعنی برای منافع خودش رو و دیگران رو میفروشه. این میشه گده. حالا اینو فارسا برداشتن کردن گدا شده. ما بهش میگیم دیلنچی. دیلنچی یعنی کسی که زبان باز میکنه و با زبانش یه چیزی از دیگران میخواد. دیلنچی. دیل و دیلنماخ. دیلنماخ مصدرشه، یعنی کسی که با زبانش داره صحبت میکنه. اصلا دیلنماخ یعنی، البته خود دیلن داره، یعنی از کلمه دیل ساخته شده، ولی دیلنماخ کسی که زبان بازه انگار، مثلا زبان باز، ولی اومده اسم خاص شده برای گدایی. یولسو یه عبارت بهتریه برای دیلنماخ. یولسو کسیه که من از یه جایی میخواد بره یه جای دیگری، مثلا در غربت میخواد بره وطنش، یا از حالا به دلایلی دور افتاده میخواد بره به یه جایی، یا دنبال یه کاری، یه کار اداری فلان، از یه جایی داره به یه جای دیگه میره. این پولش تمام میشه، آسوغش تمام میشه، حالا میاد یولچلوغ میکنه، یعنی میگه من دارم میرم، پول رفتن ندارم یا غذای این مسیر رو ندارم، کمک میگیره. این میگن یولچو. ولی اینم شده حالا در تبریز اسم خاص برای گدایی. گدا در نتیجه خود در تبریز خوشبختانه تجار تبریز، انسان‌های که اهل فکر و اهل اعتقاد هستند و بگیم که سخاوت و بخشندگی دارن، اینها اومدن یه جمعیت رو درست کردن، گفتن آقا هر کسی که یولچو باشه، یعنی بیاد از یه شهری میخواد بیاد، مثلا از کردستان میخواد بره تهران، از تهران میخواد بره کردستان، اما از یه جای دیگه مثلا رفته ترکیه داره برمیگرده، یا میخواد بره ترکیه یا آذربایجان یا نخجه، هر جای دنیا میخواد از ایران بره بیرون، پول نداره، اومده تو شهر ما میخواد بره مثلا از مردم گدایی بکنه، دلنچلخ بکنه، یولچلخ بکنه. اینها رو جمع میکنن میبرن، میگن آقا شما چرا اینجا اومدی، مثلا چرا این کارو میکنی؟ میگه که خب مثلا من دارم میرم آلمان، پولم تموم شده، باید برم آلمان، پول راه ندارم، غذا ندارم. خب میگن بلیطتو میگیریم، یه پولی هم میذاریم تو جیبت، غذات هم میدیم، پاشو برو آلمان. ولی اونایی که تو شهر دارن میچرخن و این کار هر روزشونو، اینا رو میگیرن، بعضا میدن به دادگاه، چون که اینا دیگه دارن مردم رو سوء استفاده میکنن. یا مثلا اگر ببینن که کار نداره، یک کاری بلده، یه سرمایه بهش میدن که کار شروع بکنه. این یکی از بهترین هایی که تبریز هنوز در دنیا هیچ جا به پای تبریز نرسیده همینه. تنها چیز خوبی که من از تبریز سراغ دارم همینه. به غیر از این یا قبرستان انسانهای خوب هست، عاقل، شاعر، نویسنده، متفکر، سیاستمدار هست، یا اینکه قبر مقبره گداهاست.
گدلر که ملت رو، منافع ملت رو به اشغالگران فروختند تا موقعیت اداری خودشون رو، مالی سیاسی خودشون رو حفظ بکنن در رژیم بعدی. این متاسفانه در تبریز خیلی زیاد هست. به هر حال از اینم بگذاریم. بلکه نعم سائلان، سائل کلمه عربی است به معنی کسی که سوال میکنه، درخواست میکنه، تقاضا میکنه. همون گدا در فارسی امروز، گده در ترکیه، ما و در یولچو دیلنچی، این معنی ها رو. سائلان صغار و ضعفا دور. نگاه کنید با صغار، سائلان صغار، آدم های پست، کوچیک، و ضعفا رو کنار این صغار قرار داده. ضعیف ها هم آدم های بدبختی هستند. انسان های بدبخت هیچ اراده ای ندارن. ضعیف ها هیچ اراده ای ندارن، تنها ارادهشون به اینه که بستن آقا امام زمان بیاد. نه، امام زمان نمیاد. امام زمان خود تو هستی. اگر خود تو برخواستی، حق تو گرفتی، امام زمانی هستی برای خودت. حداقل ممکنه یه انسانهایی هم به تو اقتدا بکنند، اگر نه که خب دیگه محکوم به مرگه. ضعفا محکوم به مرگن، محکوم به نابودیان، محکوم به نیستیان. ضعفا محکوم به سکوت، محکوم به فرمانبری، محکوم به خفگی، تن دادن به ذلت هستند. مکون بی معاون دور. بی معاون دور. معاون از کلمه اونه. اون به معنی یار، کمک. معاون یعنی کسی که کمک میکنه. معاون دور. حالا تو اداره ها که میگن معاون، یه رئیس هستش، یه معاون یعنی کسی که کمک میکنه به اون رئیس که کاراش انجام میده. رئیس حالا خودش خیلی خوب بلده. تو ایران حالا یه معاون هم داره که مثلا از خودش بدتر. چه جوکان نیکو نیله، چه جوکان نیکو نیله، کوی آسمانی گردان و نگین تمکین ایله، بساط زمینی مقهور فرمان قلبی. قهار درکی. حالا اینجا دیگه صفات خدا رو داره چیز میکنه. مکون کسی که تکوین میکنه. تکوین احتمالاً دوستانی که یه مقدار داروین اینا رو خونده باشن، یه فرضیه تکوین و تکامل اینها هستش. این تکوین کون بودن، هستی. تکوین تدریجاً بهتر شدن یا تدریجاً بیشتر شدن، بزرگ شدن، اینجوری بگیم رشد کردن. مکون بی معاون دور، یعنی اینجا مکون به معنی ایجادگر بدون یار هستش، نه یاری کننده. که چوگان نگونیله، اینجا چوگان میدونیم یه نوع بازی هستش، حالا چوبی هستش که میزنن، حالا مثلا چه اینجا تو غرب هم یه بازی هستش روی برف، حالا من یادم نمیاد اسمش چیه، روی یخ بازی میکنن. اونجا یه چوبی هستش مثل چوگان که در قدیم بوده. چوگان نگونیله، نگون رنگ آبی، نیلی. گوی در زبان ترکی گوی یعنی آبی. نگونیله گوی آسمانی، نگونیله گوی آسمانی گردان. گوی آسمانی، اینجا گوی دایر، گوی مثل توپ، چیزی که گرد باشه. گوی آسمانی گردان و نگین تمکینیله، عباسات زمینی مقهور فرمان قلدی. قهار درکی عموم قهرنی امیت رسول دافع المز. امیت اینجا فکر میکنم عمومیت باشه. عموم قهرنی امیت رسول، عموم قهرنی امیت رسول دافع المز. وهاب دور. وهاب از کلمه وهبه به معنی خیلی بخشنده. وهاب دور که جواز لطفینه زوجیت فرعون مانع المز. حالا اینجا به زوجیت فرعون برمیگرده،
میره به داستان‌های قرآن. میدونیم که این کتاب‌های قدیمی که نوشته میشد بیشتر وقتی این ابتدا شروع میکنن اونجا عقاید دینی خودشون رو بر اساس اون آموزه هایی که از قرآن گرفتن رو نشون میدن. بیت الهی مقدس ز تشریف و جاه، منزه ز تأیید خیل و سپاه، معلا ز توصیف اهل بیان، مزکا ز تعریف نام و نشان، مصفا ز آرایش ذکر ما، معرا ز آلایش فکر ما، نه کس را به دانش به ذاتش خبر، نه دل را ز انشای صنعش خبر، مجرد ز ترکیب و هم وهم و خیال، مجرد ز ترکیب و وهم و خیال، بری از سخنهای اهل زلال. اینجا تمام شد اون شعری که میخواست بخونه. یه بیت گفت، ولی بیت منظورش یه بیت نیست، یه شعری رو حالا یه مقدارش رو خوند به زبان فارسی. این شعر هستش. زبان فارسی تنها قدرتی که داره در شعره، چون اصلا زبانه که خیلی محدوده، در نتیجه بازی با کلمات محدود هم راحته. شما مثلا عدد 1 تا 9 رو میتونید باهاش میلیون ها عدد درست بکنید، چون که 9 تاست دیگه. به راحتی اینها رو جابجا میکنید، میشه 1 2 3 4 20 5 20 حالا 200 2000 20000 200000 همینجوری نقطه بذارید تغییر میکنه، همون ثابته. عددها رو یه مقدار کم و زیاد میکنه، حالا دوباره 22 222 2222 همینجوری میتونید با یه عدد خودش بازی بکنید. و اینکه اون نقطه رو با هم میدونیم که مثلا تمامی شناسنامه ها مثلا در ایران کد ملی اینها از 9 عدد تشکیل شده، اما برای میلیاردها انسان میشه از این 9 عدد داد، برای هر کدوم یه مشخصه خاصی رو ایجاد کرد، چون که تعدادش کمه. ولی هر چقدر تعدادش زیاد باشه این مغز ما نمیتونه همه رو جمع بکنه تو خودش، چون عمر ما نمیرسه که همه رو جمع بکنه. در نتیجه زبان فارسی زبانیه که خیلی ضعیفه و خیلی لغتش کمه، برای همین فقط از توش زبان شعر میاد، اونم شعرهای تکراری. شعر جدید نمیشه گفت توش. شعر جدید یعنی کلمات همون، مثلا حافظ رو سعدی به کار میبره، سعدی رو مولانا به کار میبره، همه اینها رو مثلا فلان کس به کار. این دیگه حرف جدیدی توش نمیشه زد، تکرار. همین زلفیار رو نمیدونم فلان ایناست دیگه، خیلی تکرار نداره، خیلی چیز نداره توش، حرف و فکر جدیدی نمیشه گفت اشعار فارسی، چون اشعار خیلی هم چیز نیست. مناجات: الهی تاب تنور نه، خلق الانسان عجولا آتشندن، کانون دیلده مشتعل در، آب زلال ایله صبر جمیل ایله زایل گل. الهی تاب تنوری که خلق الانسان عجولا آتشندن، کانون دیلده مشتعل در، آب زلالی که تنور دیلده مشتعلdir. خیلی حرف جالبیه. کانون دیلده مشتعل، آب زلال ایله صبر جمیل ایله زایل گل. آب زلال ایله صبر جمیل ایله زایل گل. و دیده عبرت بینک ظلام غیظ و شهوت پردهدار المشتر، بارقی شمع هدایت و اشراق، صبح سعادت ایله تارمار ایله. رباعی دوباره: یا رب که غریق، حالا اینجا این چی هست؟ لجه اسیانس. یا رب که غریق لجه اسیانس، اداره کوی حیرت و هرمانس. آن آتگلر آتدنلر یا آتدکلر هموزه حب پشیمان. اینو نمیتونم، سموز تموز آتدکلر سموزه حب پشیمان اولدوق. این
احتمالا سموز باشه. من سموز میتونم بخونم، نمیدونم معنیشم چیه، یعنی کاش میدونستم میفهمیدم چیه. احتمالا آندکیلر هم باشه. آندکیلر سموزه hab پشیمان olduk. Lütfün gapusunda سائل غفرانوز. این میتونه آندکیلر یوموزه، نه این یوموز نمیشه، یوموزه hab پشیمان olduk. نمیدونم معنیشو نمیتونم اینجا معنی بکنم. لطفاً گپوسونده سائل غفرانوز. الهی ol gün ki şarab zindeganinin son qadehi içilib. İlahi ol gün ki şarab zindeganinin son qadehi içilib şişe-i vücud şikast ola. Meclis haşrın badmastilerinden qıla. İlahi ol gün میزان عدل گرولوب، حسنه محسنه مکافات و منیعه مجازات اولنه، فیض فضلن له ابوالقاسم شفاعتندن بهرور ایله. مثنوی در نعت. ابوالقاسم اسم یک کنیه میگن تو عرب ها، کنیه حضرت رسول هست. ابوالقاسم رحمت العالمین، رسول گزین مفخر مرسلین. آنون ذاتی در جمله مبتدا، خبر وردی آندن گمو انبیا. آنون yüzü suyine بی ریب و شک، döner انجم و آسیای فلک. وجودی علوب در در بحر قدم، گرولدی نظام وجود و عدم. علیه ازهر الصلوات ما ترنم الانادل علی الشجر، و انبر التحیات ما تزین الشجر بالنور والثمر. و علی آله و اصحابه صاحب محاسن الاثار و مطایب الثمری. حالا اینجا یه ربعه یا ربعه هم هستش، اینم بازم احتمالا یک شعر، حالا بگیم که نمیدونم. بو فقیر پرتقصیر جان کعبسنون. خیلی صفات زیبایی یعنی اون کلماتی که به کار میبرید در توصیفش خیلی عالیه. Bu fakir purtaksir can Ka'besinin, can Ka'besinin yolunda sa'i, dilteşne ve biqarar نوعی mustasqa, usyan در پاکستان فنون و حریص وصلت جانان gibi bir mertebede sükun bulmayıp tahsil kemal için meh gibi çırağım sübhe çıgırmaktan hilal. süبحه çıkarmaktan، چراغ میخواد من رو تا صبح برسونه. خیلی süبحه çıkarmaktan hilal ve her bir نو خط کتابın eşki ile zar و زادیه تجرده بی صبر و مجال idim. Bir nov خط کتابın eşki ile زادیه، زادبه هم میتونه باشه، زادیه تجرده بی صبر و مجال idim. این تجرده یعنی مجرد بوده آدم تو اون اتاقی که زندگی میکرده، مجرد زندگی میکرده. تجرده یعنی به تنهایی. حالا این تو زندان هم به این چی میگن، سلول انفرادی رو آدم ها شما تجرید میکنن، یعنی از دیگران قطع میکنن، رابطهش رو میشه تجرید.
تجریده بی صبر و مجالیدیم. حالا این ربعه تموم شد. المحرره نا اولدی تا اولدی گل بسته زنجیر رسوم. این شعر احتمالا. تا اولدی gönül بسته زنجیر رسوم. Kurtulmadı ol dağdağadan nefs zulüm. Gündüz yaşam eyler alem halgi giran. Gündüz yaşam eyler alem halgi giran. Basxanlar olur semme ne acab neyta ki mum. این چی؟ باسخیز olur شاید این باشخیر باشه. باسخیز olur سیم نه عجب نیت که موم. علوم نافعدن فارغ اولسم. بذاریم ببینیم کتاب بالاخره چی میخواد بگه. گاهی اندلیب ناطق افشان روایاتن گاهی اندلیب ناطق افشان روایاتن فنون حکایات له نغمه پرداز و گاهی چمنزار مناقب اسلافدن گل چلنگینه پرده سازlık ederdi. چلنگ این دسته گل هایی که هستش، مثلا برای عروس میدن دسته گل بزرگ، یا برای یکی مثلا خدا رحمت بکنه که موندن بعضا برای اینها چلنگ میبرن، یه دسته گل بزرگ میبرن، به اینها میگن چلنگ. پرده سازlık ederdi. بیل جمله کسب فضایله و شهد الجهد اهلانه قبل الکبل. حالا اینجا دیگه عربی خیلی صداگذاری هم نکرده. و شهد الجهدی اهلا نه قبل الکیل ایله عامل ایدم. اما تصاریف و دهردن گوشه قراره تنحی و تحویلات اموردن جانب ثباته تجنب etmiştim چی. حالا دوباره باز هم قرمز نوشته. این لمنیه یا لمنسیه محو المج olmayacak محو olmayacak صورت آثار وجود شب olmadı دل لوحنه اسرار شهود هر گلشن سیراب tutup şekli سراب نابود göründü. Gözne çarx felak gözne شاید هم gözün چرخ فلک کبود ناگاه کمیت کمی خامه خلیع الادار. این عربیه اینجا. ناگاه کمی خامه خلیع الادار صوت تعلیفی میسر و بلبل توبا قرار سمت تصنیفیده آغاز نقش و تحریر ادی. اگرچه ساحل بحردن چوپان گوهر و سرمایه قدمده ایکن طالب افسر olmak داب عاقل دهیلدر. این دا چی هستش نمیدونم. افسر olmak دا به عاقل دگیردür. افسر olmak دا به عاقل دگیردür. احتمالا اینجوری هم بشه خوند. زیرا من صنفه قصد اشهد فان احسن الاستعطف و این ساعه استعطفه او دیگه. این خیلی عربیه، من با این خط هم اصلا نمیتونم بخونم، کاش بهتر میشد. اگر این خط، البته عرض کردم این خط خیلی متفاوته، یگانه هست و اولین باره که این کتاب رو باز میکنم، در نتیجه
بدون آمادگی قبلی دارم. این کتابایی که دوستان من دارم اینجا میخونم، واقعا تنها وقتی که الان میتونم کتاب بخونم همین الانه. یعنی الان هر چقدر کتاب بخونم دیگه تو این 24 ساعت همینه. هم از نظر جسمی نمیتونم بکشم، هم از نظر مغزی نمیتونم بکشم، هم از نظر زمان برای کار و زندگی اینها هم اجازه نمیده که بکشم. در نتیجه کتاب رو همینجا شروع میکنم و هر چی شانسم بیاد باز میکنم، تلاش میکنم بخونم. حالا یا میتونم یا نمیتونم، تلاش دارم میکنم. مهم اینه که دارم تلاش میکنم که یک کاری رو صورت بدم. و دوستان من خودم دیروز یکی از ویدیوهایی که اوایل بوده، مثلا فرض بکنید که 50 جلسه 50م 30م 10م اینا بوده، داشتم نگاه میکردم، دیدم که چقدر خودم الان میفهمم که چقدر رشد کردم. من الان این کتاب فکر کنم 4-5 صفحه رو خوندیم، چقدر 41 صفحه، خیلی هم سخنرانی کردیم وسط اینا، ولی خب به نظرم من این خط رو خیلی خوب دارم میخونم. قبلا این اصلا جزو محالات بود برای دمیشلردور. حالا اینجا یه چیزایی نوشته که دیگه نتونستم بخونم. المرء فی فصح ما لم یعقل شعرا ایولف کتابا با خصوص کلام ممکن ندل حسن ترتیب بلسه خطادن تهذیب السه مع هذا اداء معناده واقع اولان نظم اشعار و انشای سخنین نگات و حروفی ثمره سرقلم و لفاظه طرف لسان دور و لفاظه طرف لسان دور. اما نظر کرامت لناظر و دامن افو افویله و دامن افویل نغزی ساز اولجق. حالا اینجا یه چیز نوشته که پاکم شده یه مقدار، احتمالاً من میخواستم کمیشتر بخونم که حالا اینجا میتونم رشهه قلم کرم ایله ایبی غیب ادرلر اعتمادن علیه bir مجموعه جمعه نیست، bir مجموعه جمعنه نسب خاطر اتدم که bir کاچ bir معتبرات علومدن علامات و رسومی آنده بیان اولنه زیرا هر علومده بلوغ کمال امر محال و محض خیال دور نتکه demişler dür şer ما حول علم جمیعا رجل لاولو مارس الف سنه لا ولو مارس الف سنه انما العلم صنوف جمع فخذوا امن کل شیء حسنه. حالا اینجا یه شعر عربی گفته ما حوال علم جمیعا رجل، یه آدم، رجل اینجا به معنی آدمه، همونطور کشی در زبان ترکی به معنی مرد نیست، به معنی انسان هست که به مرد هم گفته میشه. ما حوال علم جمیعا رجل، یک انسان نمیتونه همه علوم رو هوا بکنه، یعنی در خودش بگیره. لا ولو مارس الف سنه، حتی اگر 1000 سال ممارست بکنه، تمرین بکنه. انما العلم صنوف جمع، میگه که علم اصناف زیادی داره، یعنی شاخه های بسیار متفاوتی داره. خذوا من کل شیء حسنه، میگه از هر چیزی آنچه که بهتر زیباست اون رو بگیرید، یعنی پوفایده است اون رو بگیرید. المحرره یا لمحرره، این ببینیم چی هستش. کسبه قابل دگر جمیع فنون. حالا اینجا شعر انگار. کسبه قابل دگر جمیع فنون کیشه بین ادریسه جد و تعب لازم اولان نفایسی اخص ات دخی نفس نفیسه ورم تعب. شعره
کسب قابل ده جمعی فنون. اگر همه جنون علوم رو جمع بکنید، همه علوم دانشمند بشید، باز هم نمیتونید کسب بکنید، یعنی درآمد ایجاد نمیتونید بکنید. کسب قابل ده جمعی فنون کشه بین ادرسه جد و جهد. اگر 1000 بار جد و جهد بکنه لازم الان نفایس اخذت، اون نفایس گرانبهاها رو جمع کن، اون نفایس گرانبها رو جمع کن. دخی نفس نفسیه ورمتعب، دیگه برای این جونت، روحت، نفس نفسیه یعنی اون روح جسمت مشکل ایجاد نکن. تعب اینجا به معنی مشکل. لازم الان نفایسی. خب ما لا یدرک کله لا یترک کله، میگه حالا که نمیتونی، ما یدرک کله، اگر نمیتونی همش رو درک بکنی، ما لا یدرک کله لا یترک کله، همش هم نگو. حالا که من نمیتونم همش رو بفهمم بس اصلا نفهمم. مثلا من نمیتونم فیزیک بفهمم، یا نمیتونم شیمی بفهمم، یا نمیتونم ریاضی بفهمم، یا مثلا خیلی بزرگ، یعنی ریاضیات خیلی زیاده، نجوم خیلی زیاده، فیزیک و شیمی و پزشکی و اینا خیلی زیاده. میگه حالا که نمیتونم من اینها رو یاد بگیرم بس اصلا یاد نگیرم. میگه نه، حداقل یه بخشی یاد بگیر، یه چیزایی ازش یاد بگیر، از ریاضی یه چیز، از فیزیک و شیمی و اینها. این به سخن به منه که از یه چیزایی یه چیزی یاد بگیر. من این کارو نکردم. ما لا یدرک کله لا یترک کله، ولی همش هم رد نکن. باری بو کتابه توجیه نظر ادن فی الجمله فضیلت علومدن و بی بهره و محروم علمز. مرد وحدن هر دو حدن، احتمالا اینجوری باید خوند، هر دو حدن بیر برگ تر و هر نهر هنردن بیر گتره کمتر حاصل ایدر. هر دو حدن بیر برگ تر و هر نهر هنردن بیر گتره کمتر حاصل ایدر. اگرچه بودر منظومه کتب مشهوره ده سلک بیانه متنظم دور، اما قعر دریاده اولان گوهر ساکن ساحله نه حاصل. و تحت الارض طلوع ادن اختردن فوق الارض اولانه نه نور واصل اوله. غواص فکرت 1000 غوطه یمک گرکه بیر در با قیمت الگتره. و بو مختصره بعضی کتب معتبردن ترجمه ادب الحاق اتم. اکثر مسائلین قطب الکاملین ظلم معارج و المعالی امام غزالی حضرتنا نسبت اولونور. یواقیت العلوم اولو کتابیدن و بعض مسئلسی حضرت عبدالرحمن بستامینون فوایه مسکنه سیندن و موضوعات العلوم اولو کتابیدن و سایر رسائل اکابردن و کتب معتبردن انتخاب ادب و مختصر مزبوری اولان ایچه فن مختاری مشتمل گلدم. حالا که فلک ذات البر و وجه ممائل سحره منازل و مراحل اولا. شهره هم میتونیم بخونیم ولی به نظرم شهره نمیاد، ولی میشه حالا خون دیگه. شهره منازل و مراحل اولا و هر فن علم رشته تخصص و هر fende 3 مسئله نمودار olmak için ihtiyar ettim ki her biri mevalid sülse gibi zübde-i erkan ve netice imkan ola. Misra حالا دوباره عربیه. و لا نار علل معصر برهان و هر مسئله فنونun کتب معتبرسinde محللerinden kema hiye akhz edip
مخدر امعانی سن لسان ترکیده جلوگر و مفید مختصر قلدم و هر فنن خواستی و موضوعینی و غایت غرضنه ایدوکن و اول فنده اولان کتب معتبره و جیز و وسید و متول و بسید اعلام کتب و القاب مؤلفین ایله اعلام الدم و کتابن اولینه جوان فاضل حکایسین عنوان الدم که نته مسائل جلیلهی مشتمل و آخرینه بشیر و شادان گتردم بشیر و شادان گتردم که سبب مسرت جان و دلدر تا که داعیه طلب و باعث شوق و طلب اولاخته که افاضل علما تحج اینجا عربیه باز تحج و کبیرات الامور اصغر و دمشلردر تحج و کبیرات الامور اصغرها یا نهج کبیرات الامور. حالا یکی از این باشه، من تحج خوندم احتمالا نهجم باشه. امورات بزرگ، حالا بگیم که از فهمیدنش یا درکش از کوچیکا شروع میشه، یا راه حل کارهای بزرگ آغاز به یا عمل به کوچیکاست. اینو چجوری ترجمه بکنم که خوب بشه؟ آقا دریاچه ارومیه یه خار خیلی بزرگیه. برای اینکه این مشکل خیلی حل بشه باید کارهای کوچیک رو شروع کرد. باید این سدها رو باز کرد، باید این دستگاه هایی که برای بیرون راندن و از بیرون بردن ابرهای بارانزا هست اونها رو خاموش کرد. باید مثلا رودخانه ها رو لایروبی کرد. باید این کارخونه هایی که آببر هستن اونها رو از اینجا برد به کنار مثلا رود آراز یا رودهایی که دائمی هستن و پر آب هستن، کنار اونها برد، دیگه وسط شهر نیاورد که آب رو از اینجا بیارن به اینجا، آبی که باید به دریا بیاد. باید صنایع بزرگ رو در درون شهرها نذاشت، در جایی گذاشت که آب دائم و زیاد همیشه اونجا جاریه، نه جایی که مثلا بیان آب یه جایی رو بدن به کارخونه ها. حالا اینجوری با چیزهای کوچیک شروع میشه. اون مشکلات بسیار بزرگ و بسیار کلان با عمل به چیزهای کوچیک آغاز میشه حلشون. حالا اونو نتونستم همونجور که باید ترجمه. و مدت طلبمده هر فنیدن جمع دوگون مسائل مهمی که فهمی اسهل و نفی اشمل اولا. اسهل یعنی خیلی راحت سهل و نفی اشمل یعنی خیلی شامل اولا. اشمل اولا هر محلیده مناسبتی ایله در جدم. وقتی این کتاب رو میخونم میبینم من حتی در زبان فارسی باعث شده که بسیاری از کلمات عربی رو هم درست به کار نبریم و چقدر ضعیف کرده زبان فارسی. اینجا در الان زبان ترکی که نگاه میکنیم ببینید کلمات عربی رو چه شکلی به کار میبره. یعنی زبان برای گرفتن لغات از دیگر زبانها و بازی با اونها بازه. جامد نیست زبان پویاست. هر محلده مناسبتی ایله در جدم اول سببدن کتابه نتایج الفنون. اسم کتاب اینجا محرره گفتن ولی نیست. اسمش چیست؟ نتایج الفنون. اسم کتاب نتایج الفنون هستش که در 1049 نوشته شده، تموم شده نوشتنش. دیوار و وردم دیو آد وردم و بعد الاتمام جناب
نهال بیمثال هدیگه‌ای حانیت و بدر با کمال آسمان سلطنت، آفتاب سپهر سعادت، سپهر آفتاب عدالت، حبه قلب جهانداری، قرة العین شهریاری، دیباچه دیوان فرمای دهی فرماندهی، تراز خلعت شاهنشاهی، لطف ملخص و نور مشخص باری، سایه اخص پروردگاری، یعنی مقدمات دولت سلطنتیندن، عمده و نتیجه و ابداع و ایجادیدن نهایه و خاتمه، بلکه bu امور مرتبنün مرورنده نفایده مرتبه و bu جمهور جمع و حضورن تقدیم و تأخیرنده، عرض غرض اخیر و غایت متأخره لمینیه. حالا این چیه نمیدونم، این لغت ها رو نمیفهمن، احتمال ادبیه. تأیید باری صورت امن و امان، معنی آیات نصرت مهدی آخر زمان، در درج معرفت دری، برج معدلت، آفتاب اوج دولت ظل رب مستعان، شاه کسری جاه و دارا منقبت سلطان مراد. حالا در زمان سلطان مراد نوشته، به امر سلطان مراد نوشته و برای اون تقدیم کرده. همون سلطان مراد که دیروز و چند روز قبل هم ازش در دورش کتاب‌های زیادی نوشته شده که در این 144 برنامه این 145 هستش. ما حداقل 20 کتاب دیدیم که درباره این سلطان مراد در زمان ایشون امر داده یا کمک کرده که اینو بنویسن. معنی آیات نصرت مهدی یا آخر الزمان، درج درج معرفت یا درج معرفت دری، برج معدلت، آفتاب اوج دولت ظل رب مستعان، شاه کسری جاه و دارا منقبت سلطان مراد، خسرو جمجیش قدرت، داور گیتی ستان، حضرت فاروق حیدر سطوت و عثمان حیا، پرتو نور چراغ دیده عثمانیان، ظل ممد و ممدود، ظل ممدود صحاب کبریاسندن آنون، یاره پاره، حالا یاره شور سالنه این با سات نوشته شده ها، اون چیز نیست، نمیدونم به معنی چینه. شور سالنه خرگاه سپهر آسمان، قامت موزونی اقامت امر شرعیده، فستگم و رایت رأی زرینی، فیض تعلیم معلم فستوادن متعلم، فهرست فنون مکارم اخلاق، قانون متون مناظم آفاق، ناظم و ناموس شریعت و حقیقت، کاسر ناقوس ملت کفر و زلالت، 100,000 سر تاجدار اسرنده، سرکشتن تاج رمح آبدار و پنجه سردار زووگار، دهشت. این نمیدونم این دهشت میخونم اما احتمالاً اون نیست، معنیش هم نمیدونم، احتمالاً دشتم باشه، دشت شوکتن، دشت شوکتن، تاجداراده منگوش اولان، سور بیجاندن شمار اولونور، bir şah felek درگاه دورکی، آنا وگار و سکینت لازم، ماهیت. اون بالا هم باید وگار ماهیت، این نه اون نیست، ماهیت و زهد و اسمت داخل حقیقت علمشتر، نظم
شهنشاه عادل که در عدل و جود، عدیلش نیاید دگر در وجود. عدل رو با عدیل همچنین، عدیل یعنی بشه باش تغییر داد، جا به جا کرد. عدیلش معادلش، عدیلش نیاید دگر در وجود. جهان را ببخشید دادگر، لقای جمالش مراد دگر. این مراد اسم شاه هم هست، هم اینکه خود به معنی مراد هم هست. ایهام الهی بود نافلک را مدار، وجود شهنشه بود پایدار. یعنی سلطان ابن سلطان، سلطان مراد خان ابن سلطان سلیم خان ابن سلطان سلیمان خان ادام الله. حالا اینجا تئه نمیدونم تئه یعنی بقاعه، و ازال عدو و افناه الى انقضاء حیاتی و الایمان. خب حالا دیگه متوجه شدیم که این کتاب میخواد در مورد فنون و علوم مختلف در حال خودم هم 3 تا موضوع رو بیاره در دوره سلطان سلیمان و در تاریخ 1049 نوشته. سلطان سلیمان گفتم، سلطان مراد که پدرش سلطان سلیم هستش و پدر سلطان سلیم هم سلطان سلیمان قانونی هستش. احتمالا سلطان مراد اول دیگه در این زمان نوشته. حالا اینجا یه چیزی میگه، ببینیم چی میگه. گفتی که نصر، حالا بذارید بخونیم اینجا رو. بیت هدایتی سعادتی اولا وجودی، جهانده دایم زمین منابع زمان متعدع، فلک مقاوم ملک ملازم. نصر حضرت با سعادت لرنون شرف ذکر همایون لری، بو نامه نامیه سبب ابوحت و احترام و داعی توگیر تام و تفخیم مالا کلام قلندی. مرجودور کی من بعد مرات محیای مقال و مجلای صورت قبول اصحاب اقبال اولا به من الجلیل الملک المتعال. ذکر ترتیب فنون. حالا چی در مورد چه چیزایی میخواد صحبت بکنه؟ علم تاریخ، علم حکمت. اینا رو من حتی به این دوستم کتاب رو گفتم آقا برای چند تا کلمه، چند تا کتاب در رابطه با فلسفه و منطق و اینها برای من بفرست، ببین اینها رو هم بخونیم. علم تاریخ چی هست؟ خیلی مهمه، این کتاب خیلی مهم شد. حالا علم حکمت، علم هیئت، حالا اینو من نه اینکه مهم نیست ولی خب اینو چند تا کتاب خوندیم. علم کلام، اینم من چند تا کتاب خوندم. علم اصولی هم چند تا کتاب خوندم. علم خلاف، این دیگه نمیدونم چیه، اینو خیلی مایلم ببینم. علم تفسیر، اینم میدونم باهاش آشنایی دارم، عربیش هم خوندم احتمالاً. مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزانش عربیشو من یه مقدارشو خوندم، نه این کلمه‌شو. علم تصوف، اینم یک تعداد کتاب اینجا و قبلا هم خوندیم. علم تعبیر رویا، اینو من اصلا نمیدونم، اینم باید آدم بخونه، جالبه. علم رمی احتمالاً باشه، این علم رمی، اینم جالب هست. و افسون جادو، رمی و افسون احتمالاً اینها مربوط به جادو جنبله. و طب رو چند تا کتاب خوندیم اینجا. علم فلاحت، کشاورزی، اینم جالبه. بالا گفته بود که علم هیئت، این اونجا هیئت گفته بود، من هیئت رو گفتم ستاره شناسی اینا، ولی نه اینجا میگه علم نجوم جداست، هیئت جداست، این جداست. و علم فال، در مورد فال هم میخواد حرف بزنه. و رجز، علم رجز هم میخواد بگه. و عنوان کتاب بهجت و نمای علم تواریخ انبیا و امرا و ذکر اساطین حکما قلن مشدور. اسم کتاب رو دوباره میگه بهجت نما علم تواریخ انبیا و امرا. احتمالا از این کتاب گرفته باشه. و عنوان کتاب بهجت نماد علم تواریخ انبیا و امرا و ذکر اساطین حکما قلن مشدور. زیرا اگرچه زبده معارف معرفت ذات الله و عمده علوم
علم صفات الله دور، اما بو معمای کمال و وقوف آثار بدیعتن مؤثر قدیمه استدلال حبی ایله استدلال حبی ایله اولا علم تاریخ مبدع عالم و ابتداء ظهور بنی آدمه موقوف دور. حالا از اینجا شروع میکنه به علم تاریخ که دیگه از اینجا بگذاریم. من اون کتابی که گفتش این چند تا کتاب موضوعشون رو بخونم خیلی جالبه. بذارید ببینیم حالا همینجوری قدم این کتاب رو یواش یواش ورق بزنیم، همینجوری چشم به چرخونی ببینیم که فصلا که سخن گفتن با ترسا، خب اینجا سخن گفتن با گبر، این قرمزها رو بخواد، سخن گفتن با ملحد باطنی، سخن گفتن با ثانوی. ثانوی کسی که دوگانه پرست هستش. من الظلام منکما. علم تاریخ، دوباره حالا اینجا از علم تاریخ میگه علم تاریخ عبرت نوای عالم و بصیرت فضای بنی آدم دور، چشی وقایع دهره وقوف له مجرب امور و مدبر مصالح جمهور امور منافعینه حد یقدر علوم ادبیه دندر. حالا تعریف هو معرفت و احوال و توایف و رسومهم و عاداتهم و صنایع اشخاصهم و انتصابهم و موالدهم الی غیر ذالک. حالا دیگه تاریخ رو به این زبان هم تعریف کرد که تاریخ چی هست. این تعریفی که از تاریخ داد متفاوت از اون چیزی که الان برای ما گفته میشه. این چی بود؟ الف ثانی معلوم اولا که اول روح انسانی، روح رسول. حالا گلندی الف ثانی ادریس. حالا اسم الفا رو اینها رو میاره که در مورد تاریخ دیگه. حالا داره کیومرث و اینها رو میاره. اینجا یه چیزی گفته پیشدادیان در کروان نفردر، در گراون نفردر. یعنی چی نمیدونم. کیومرث اصح اقاویل اولاد نوح علیه السلام من المق ازره موت ملک ایشان 4181 سال 4181 سال پیش کیومرث مرده. میگه بل اتفاق اول پادشاهان در مدت سلطنتی قرخیل. خب حالا دیگه اومده برای شاهان یه چیز کرده، کیکاووس و اینها. حالا بذار ببینیم میتونیم از تاریخ بگذاریم. یزدگرد هم حالا یه چیزی دربارش نوشته، بهرامگور و از اینها. حضرت عثمان ابن عفان رسید به پیغمبر دیگه. حالا دیگه بعد از پیغمبر اصحاب رو داره میگه. مستظهر رو به او رسید به خلفای عباسی و بعد به خلفای سلجوق. ابتدا آل سلجوق طغرلبگ ابن سلجوق bunun zamanında zuhur etmiştir. O evvel bunların devletine mugarin olan آل بویه idi. آل بویه آل سلجوق zuhur etmekle müngeriz oldu. سلجوق بخارا اتراکیندن جوان ایدی که متعلقاتی و وافر ایدی. سلطان محمود غزنوی zamanında şevket bulmuştu. آخر سلجوقun oğlu Mikail Sultan Mahmud اولادından mülkü alıp müstakil padişah olmuştur. دیگه اینجا هم سلجوقیان هست. جالبه آدم اینها رو بخونه، یه مقدار تاریخ خلاصی از تاریخ رو از دید یک ترک بخونه. ما یورید آل سلجوق چنگیز فترسنده
fitratinde vatanların terk edip Rum'a azm etmişlerdi. Bunlarınla Oğuz taifesinden Ertuğrul nam bir merküm silsilesi merküm silsileyi دوست و ساید ایله یافس ابن نوح. حالا دیگه جدی دوباره برگشت که با سلسله میره به یافس. سلطان حضرت ابوالفتح سلطان محمد خان غازی جلوس بر تخت فی سنه 855 مدت سلطنت 31 عمرش 51 سنه. حالا اینجا سلطان هایی که تا اون وقت دیده ندیده ها، تا اون وقت سلطان های عثمانی وجود داشتن اسم اونها رو هم میاره. سلطان جم اینم مربوط میشه فکر میکنم به سلطان جم به صفویه. بذارید به یکی درجه بالاتر بریم. سلطان بایزید خان ابن سلطان محمد خان جلوس بر تخت سلطنت مدت فلان، اینم که هیچی. حضرت سلطان سلیم ابن سلیمان خان از نصره مدی الله زلال الرعفته. خیلی تاریخ خلاصه‌ای نوشته. جالب هست دوستان. یک دید جالب و خلاصی از تاریخ میده. علم حکمت رو اینجا دیدیم. خب حالا بریم بحث بعدی. امیدوارم که بتونیم بحث ها رو پیدا بکنیم. مثلا بحث هایی که من برام جالب بود چی بود اینجا؟ بیت محصل، قسم اول، قسم ثانی، پذیرنده نابخشنده، قسم ثالث علیه الرحمن ملکان. علم هیئت، رسید به علم هیئت. کجا اون وسط علم ها کجا رفتن؟ چون هیئت بعد از هیئت چیز هستش، نجوم اینا هستش. در گذشته علوم رو به خرافات اینا تقسیم نمی کرده ظاهرا، برای اینکه هر چیزی که به درد میخورده و باهاش یه کار میکردن اون رو به رسمیت میشناخته. الان هم در کانادا به رسمیت میشناسن. یعنی برعکس اون چیزی که به ما میگن، کانادا پر است از فالبین و اینجور چیزا. نه تنها این شرقی ها اومدن در اینجا فالبینی میکنن، نه، علاوه بر اینها خود این غربی ها چیزهای عجیب غریبی دارن. حالا اینجا میاد به جدی و اینا که دیگه این هم هیئت هستش. این چیزهایی که دایره هایی که بود، این دایره ها مربوط به این هیئت دیگه. ازش رد بشیم. میخواستم یه تعریفی از اون فال و اینها که گفته بود ببینم چی داره میگه. در گذشته چی میگه؟ علم کلام. این علم کلام، رسیدیم به علم کلام. تعریف علم کلام چی هست؟ اینجا گفته، دیدم یه لحظه. تعریف علم کلام bir علم şerif zül itibardır ki anla عقاید دینیانın isbatine iktidar hasıl eder ایراد و حجج و دفع شبهات. پس تعریف علم کلام اینه: علم کلام bir علم şerif zül itibardır ki آنلا عقاید دینیانın isbatine iktidar حاصل eder ایراد و حجت دلایل و دفع شبهات. یعنی عبارت است از دلایل و دفع شبهات. موضوع علم کلام ذات و صفات الله دور. موضوعش درباره چه صحبت میکنه؟ ذات و صفات الله. خب اینم از این بگذاریم، بریم صفحه های بعد. جالب برام این یک آدم ترک در این کتابی که حالا مولانا جامی
اما افضل المتأخرین حضرت ابن کمال نورالله مرقده معاد چون. خب علم اصول فقه اینم که جزء همونهایی بود. این اصول فقه هستش. من در این مورد چند تا کتاب رو در حوزه علمیه خوندم. الان به خاطر ندارم، ولی اگر شروع بکنم به راحتی میتونم عربیشو بخونم، یعنی راه میفتم. بسیاری از اینها رو من در حوزه علمیه خوندم. قرار بود آیت الله بشم. مادرم پدرم هم خیلی علاقه داشتن که من به آیت الله بشم. خودم هم دلم میخواست آیت الله بشم، ولی یه استادی داشتیم میگفت که تو چیز میشی، حالا بیا رو درستش کن. اون کلمه‌ای که به کار میبرد ایدئولوژیست، یه چیزی تو این مایه ها. این چیه؟ فائق مبادی میگفت میشی، ولی بعدن یکی از دوستانمون رو دزدیدن از مدرسه که انتقاد کرده بود به مدیر مدرسه. مدیر مدرسه آدم حالا نجیم اعتمادی نامی بود، ملا اعتمادی نامی بود، جوان، حالا به هر حال یکی از طلبه ها که براش نقد کرده بود، انتقاد کرده بود، اون رو دزدیده بودن و ما برای پیدا کردن ایشون کارهایی رو انجام دادیم و قبل از اینکه پلیس اینا پیدا بکنن ما اون رو پیدا کردیم و در نتیجه این مدیر رو گرفتن زندانی کردن برای چند ساعت. اون وقت این مولایی که امام جمعه تبریز بود، اسمش ملکوتی، مسلم ملکوتی، اون رو از زندان در آورد و ما رو هم خواست و بعدش گفت آقا من از چوب ملا میسازم، ما شما رو نمیخوایم. منو اخراج کردن. من برخورد اصلا. من رفتم تهران که مثلا در اونجا درس بخونم، بعد یا برم گم دیگه. رفتم یه 10 روز اینا در تهران، در یه مدرسه بود در اونجا موندم. بعد اصلا دیدم کسی که به اینها، یه آدم که دارای شعور و فکر باشه، فکر فهم داشته باشه، دنبال این نیستن. دنبال آدمایی که هستن که تسلیم بشه. منم این نیستم. اینو دنبال چوب هستن که بتراشن و اونها رو عبادت بکنن. منم که این کاره نیستم. گذاشتم، گفتم آقا اصلا نمیخوام. تلاش کردم برم حالا دیگه برش کن. علم تصوف، این رسیدیم به اینجا. حالا اینها رو میگم که این کتاب رو من دارم ورق میزنم، یه چیزی هم گفته باشم. علم تعبیر رویا، بالاخره رسیدیم به جایی که خیلی اون چی گفت شیرین، تصوف رو که رد کرد. خیلی جالبه. بعد از تصوف رسیده به چی؟ به علم تعبیر رویا. علم تعبیر bir elmidir ki خوابیده görünen suverin ahkami ve keyfiyatinden ve maani münasibe ile tabirinden bahseder. Kütüb muhtasareden فواید ابن جوزی. حالا این یک کتابیه، بحث در کتب مختصردن فواید الفراید ابن جوزی. ابن جوزی یک نویسنده یک کتابی نوشته اسمش هست فواید الفراید. حالا اینو من بذارید همینجا بنویسم، گوگل بکنم این کتاب رو، بذارید ببینیم چی عربی هم هست. التحمیل الكتاب فواید الفراید. بذار ملاحظات الفرید على فوائد التوحید و نه اون نیست. تحمیل کتاب قول الفرید فواید على کتاب التوحید نه. التحمیل الكتاب فواید
ایداد فواید الفراید. بذار ببینیم این چی بود؟ همین بود. فواید الفراید ابن جوزی ابن دقاف یا رگاف متوسطدن شرح بدر منیر حنبلی و تألیف فلان ابن جوزی. حالا بنویسیم ابن جوزی شاید یه چیزی بیاد. فواید ابن جوزی. این آدم هم آدم مشهوریه در حوزه های علمیه. فواید الفراید فی الرجال احتمالا همین باشه. مؤلف ابوالفرج ابن جوزی. بحر الفواید فی شرح الفرائد، این هم شرحشه. دانلود کتاب ابن جوزی. کتاب های ابن جوزی کتابناک، اینم که احتمالا فروشنده هست تا دانلود بگه. ابن جوزی ببینیم چه کتابی داره. نام انگلیسی عبدالرحمن بن علی ابن ابوالفضل جمال دادی بغدادی. نه این نیست. کتاب ابن جوزی تلبیس ابلیس. جالب هست. دیگه چی هست؟ هیچ کدوم، فقط یه دونه هست. تلبیس ابن جوزی ابلیس. نه این هم قابل چیز نیست، قابل دانلود نیست. اینو مؤلفات ابن جوزی، اینم ویکی نور، اینم که مال ایران هست. حالا ابن جوزی، مؤلفات ابن جوزی عند الحمید الاولوجی، اینم اسمش آورده. اما دیگه قراءة جدید فی مؤلفات ابن جوزی، معجم المؤلفات امام ابن جوزی المخططات. حالا ببینیم این چیه. مخططات یعنی دست نوشته ها. سیوطی ابن جوزی، نه اینجا اینم نیست. الموضوعات ابوالفرج ابن جوزی آوار کلامه و اخلاقه. احکام النساء طلب و غلوم. خب بذار حالا ازش رد بشیم. خب دیگه فراید ابن جوزی ابن حالا این متوسطدن شرح بدر منیر حنبلی و تألیف ابن سهیل مسیحی و تألیف مولانا محمد ابن قطب ازنیگی و غیرها. پس معلوم اولا که علم بغیر علم تعبیر بر علم بی‌نظیر دور که مقبول آرا و مرغوب انبیا و اولیا در یوسف صدیق صلوات الله علیه علی نبینا و علیه بنون ل افتخار و مباهات ایلر ایدی که الله تعالی بuyurur ربی قد اتیتنی من الملک و علمتنی من تعبیل الاحادیث. تعبیل حدیث مراد تعبیر رویادور. قال الله تعالی. اینم از اینجا بریم ببینیم اون صفحه بعدی چی بود. اون بحث بعدی که گفته بود اون چی بود؟ مسئله نه مقوله kimsenin vakıası dürüsttür ve ne مقوله kimsenin dürüst değildir. این خیلی جالبه. این که ترک‌ها اینجوری فکر می‌کنن که حتما درست نیست و هم حتما غلطه، اینو قبول ندارن. نویسندگان ترک این رو می‌بینیم. اینجا هم گفته نه مقولنن kimsenin vakıası dürüsttür و نه مقوله kimsenin dürüst değildir. نظر یکی در یک مقوله حتما درست باشه یا حتما غلط باشه میگه اینجوری نیست. این فکر جالبی هست. من برای اولین بار این چیز رو همینجا دیدم. یعنی تو این کتاب‌های ترکی که در این 145 جلسه خوندم با این فکر آشنا شدم. در ایران میگن که سونویه هست ایرانی ها، یعنی یا از این ور بام میفتن یا از اون ور، یا شیطانه یا الله، یا جنه یا پری هست، یا انسانه یا غیر انسانه، یا دشمنه یا دوسته. این وسط دیگه ایرانی ها چیزی رو نمیفهمند. یعنی منظور از ایرانی ها فارس ها.
اینجا ظاهرا یه بحث دیگری رو چشم بد رفته به چشم بد که دیگه من این رو چرا ندیدم. چشم بد چیه؟ یعنی نظر دگmiş kimseye افسون budur. اعوذ برب عبس آبس و مجریابس و مجر یابس و ماء فارس و جلد رقیق و من آیگ العین ردتو العین الى العایبن الى العین آیبن و على احب الناس علیه فی کبده و کلیه ماء رقیق و لحم سفیق احتمالا و عظم رقیق فیما. این دیگه یه دعا هست، انگار که چیز جالبیه. مردم میگن اعتقاد ندارم، من بعضی از چیزا اعتقاد دارم دوستان. من مثلا به چشم زخم اعتقاد دارم خودم، چون خودم هم میتونم به خودم چشم زخم بزنم. مثلا میگم که من خوب میخوابم دیگه خوابم تموم میشه. نمیدونم چرا در مورد خودم این اتفاق میفته، یعنی برای هیچ کس اتفاق نمیفته به جز خودم. علم نجوم، حالا رسید به علم نجوم دیگه. ما تقریبا کتاب رو داریم تموم میکنیم، فقط یکی رو دیدیم، فال رو دیدیم و اون یکی خواب رو. فال رو ندیدیم، خواب رو دیدیم دیگه، بقیه رو ندیدیم، متوجه نشدیم. خب بریم صفحه آخر دیگه. من راستشو بخواد اینجوری که رفتم خستم کرد. من هیچ وقت کتاب رو اینجوری نمیخونم، معمولا یه صفحه رو میخونم که عشق ایجاد بکنه در خوندن اونجا. حالا اینجا صفحه آخر کتاب رو هستیم، نگاه کنید اینجا رو خوندیم یه مقدار. حالا من ببینم چقدر الان 1 ساعت و نیمه. همین صفحه آخر رو یه مقدار بالاتر بخونیم و تمام بکنیم. Sergeran olmuş idi. İstediler ki bir taraf revan olmuş idi. Burun etti. Ey cavan sahip dil qabil olmaya mi ki olmaya mi ki benim ile hamrah olup Bağdad'a gedəvüz. Siz gələ rah ستاده سلوک edip راه ستاده راه şade هم باشه سلوک edip معارفlerden بهره atmanızdan ثمره حاصل edəvüz. یه مقدار اون سیستم ادبی تغییر کرد. حالا این ادویز رو به کار میبره. در اون قسمت‌های اول جمع رو به این شکلی نمیبست. خب این تاریخ رو هم که خونده بودیم دیگه به نظرم کافیه. من امروز بعد خوندم کتاب رو، این با همین که نگاه کردم موضوع رو پیدا بکنم خستم کرد. من معمولا این کار رو نمی کنم، میدونم که خسته میشم. کتاب جالبی بود. من با این سبک نوشتار و ایجاد بازی با کلماتش خیلی خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. کتاب جالبی هم هست، از نظر موضوعات آدم بتونه با این موضوعات آشنا بشه، حداقل تا حد آشنایی به نظرم چیز جالبی هست. به نظر من بعضی ها ممکن میگن اصلا برای آشنایی با یه چیزی اصلا تلف کردن وقت. به هر حال امیدوارم الله تبارک و تعالی به ما فرصت بده و توفیق بده که یک روز دیگر هم بتونیم با یک کتاب دیگری و در این زندان مهندسان جهل یه نوری رو، یه چراغی رو، یه شمعی رو روشن بکنیم. روز و شب بخیر، به امید دیدار.